چیلرهای هوا خنک سال‌هاست یکی از مطمئن‌ترین سیستم‌های سرمایشی در پروژه‌های شهریه. برای بررسی عملکرد این سیستم‌ها امروز در خدمت آقای مهندس پورعلی هستیم. آقای مهندس، چرا چیلرهای هوا خنک در پروژه‌های شهری به این میزان از محبوبیت رسیدن؟ طی سال‌ها ثابت شده که چیلرهای هوا خنک به علت ساختار ساده و سرمایش پایدار و مستقلشون از محبوبیت خاصی برخوردار شدند و اینکه تجهیزات جانبی پیچیده‌ای ندارند جزو مزیت‌های این چیلرها محسوب میشه. این چیلرها همیشه از سرمایش مطمئن و پایدارتری برخوردار بودن به نسبت چیلرهای دیگه که گاهن نیاز به سرویس‌های پیاپی در بین فصل ایجاد میشه و مجبورن چیلر رو بخوابونن و سیکل سرمایش خودش رو از دست میده. معمولاً چیلرهای هوا خنک مشکل تعمیرات بین فصل یا سرویس‌های خاص و اساسی بین فصل رو نداره. بله. مهمترین دلیل اعتماد مهندسان به چیلرهای هوا خنک چیه؟ سادگی ساختار این چیلرها، پایداری در عملکردشون در شرایط آب و هوایی مختلف با توجه به اینکه ما 4 فصل رو در ایرانمون داریم، این تغییرات آب و هوایی و اختلاف شب و روز کاملا این چیلرها میتونه در این شرایط کار کنن و نگهداری و سرویسش هم که خب عرض کردم جزو مزیت‌های این چیلر هست. بله. مهمترین مزیت چیلر هوا خنک چیه؟ شاید با توجه به شرایط بحران آب که در حال حاضر پیش اومده، مهمترین ویژگی این چیلر اینه که مصرف آبش صفره، یعنی هیچ مصرف آبی نداره. یه شارژ اولیه داره آب و در حقیقت مصرف آبی رو نداره و سرمایش دائمی رو میتونیم از این چیلر داشته باشیم با کمترین تعمیرات و سرویس. بله. امکانش هست یک جنبندی کوتاه بفرمایید؟ دست طراحا رو خیلی باز میذاره در طراحی اولیه این سیستم. این یکی از ویژگیاشه. اینکه تعمیرات نیاز نداره، تعمیرات مدام نیاز نداره، سرویس های بسیار ساده اول فصل و آخر فصل داره، سرویس های ویژه‌ای نیاز نداره و خدمتتون عرض کنم پایداری سرمایشش هم جزو تداوم کار این چیلر هست که خیلی به نظر من جزو مزیت‌های مهم این چیلر. سپاس از شما جناب مهندس. در اپیزود بعد به بررسی عملکرد چیلرهای ماژولار خواهیم پرداخت. همراه ما باشید.